بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج تعليم اللغة العربية. بینندگان نهایت گرامی و علاقمندان برنامه آموزش زبان عربی، خوش آمدید به اولین برنامه آموزشی زبان عربی. امید است با آغاز درس آماده باشید و تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. این درس امروز ما که آغاز میکنیم از فصل اول، الوحدة الاولى. در وحده اول یا فصل اول، درس اول ما الدرس الاول. درس اول مشتمل بر اصوات، الاصوات، قسمی که در تصویر میبینین شما، الاصوات ب، ف، میم و واو. یعنی این حروف ب، ف، میم، واو تلفظ درستش در این درس تدریس میشه. و قسمت دومش الحرکات، یعنی حرکات سگانه فتحه، ضمه و کسره معرفی میشه. و همچنان قسمت سومش اهلا و سهلا، یعنی امو بخش حوارش معرفی و محاوره تشکیل میده. خب در درس اول اقرأ الکلمات التالیه، خواندن و نوشتن کلمات است که در اینجا میگه اقرأ، بخوان الکلمات التالیه، کلمات ذیل را. ب، اولا باید تلفظ درست ب را یاد بگیرین که ب، ف، میم، واو که در اینجا ذکر شده. این 4 حروفی است که مخرجشان شفتین یعنی لب می باشه. با این اساس اینا را یک جای هم ذکر کرده که زیرا امی مخارج از اینا با هم یکی و شباهت دارن، نزدیکی دارن. خب ب که کلمات مشتمل بر حرف با، یک چند کلمه را در اینجا ذکر کرده. بابون، بابون، طبیبون، طبیبون، بوابون، بوابون. بر کلمات دیگری که در تحت یا در زیر از ذکر شده مربوط چی میشه؟ حرف ف میشه. یعنی حرف ف چگونه تلفظ میشه اول ای را یاد میگیریم. بعد از او باز کلماتی که مشتمل بر حرف ف باشه. ای را خلاصه هدف ای است که تمرین حرف ف به صورت درست، هم در شکل حرف و هم به شکل کلمه درست ما بتانیم او را یاد بگیریم و تمرین کنیم. ف، فارغون، فارغون، جوافة، جوافة، ملف، ملف. البته ایره در نظر گرفته شده که ف در شروع کلمه بیاید چه قسم است، در وسط کلمه بیاید چگونه و در آخر کلمه بیاید چگونه است. خب ای اساس تلفظ درست حرف ب و ف تمرین میشه و در ضمن کلمات جدید یعنی مفردات جدید زبان عربی را هم میآموزیم. البته در اینجا اگر بر معنای از این کلمات، حتما معنای کلمات در ذهن انسان میاد که این چی معنا خواهد داد. بابون به معنای دروازه، طبیبون دکتر، بوابون دربان. و در کلمات مشتمل بر ف میایم فارغون، فارغون یعنی خالی، هر چی که باشه. در اینجا گلاس خالی را نشان داده، یعنی کأس فارغون، گلاس خالی. خب جوافتون، جوافتون امرود، ملفون دوسیه یا فایل. خوب است که به معنای کلمات هم تمرکز داشته باشیم، به خاطر اینمی ابتدا یا شروع یاد گرفتن کلمات و مفردات عربی است و ما را در بخش‌های بعدی یعنی محاوره ما را کمک میکنن. خب کلمات دیگری که مشتمل بر حرف میم و واو است میایم به ای. خب حرف میم چگونه تلفظ میشه؟ میم. موزن، موزن، رمان، رمان، فمن، فمن. واو حرف دیگری است
که هم مخرج شما لب می باشه. واو. وسادة. وسادة. مروحة. مروحة. منجو. منجو. میبینیم که در تمام همین کلمات قسمی که گفتیم در شروع کلمه آمدن حرف میم در وسط و در آخر، اما قسم حرف واو هم این در نظر گرفته شده. خب اگر بر معنایش میپردازیم میبینیم موزون. موزون به معنای کیله. رمان انار. فمون دهن. همچنان کلمات مشتمل بر واو. وسادة بالشت. مروحة پکه. مانجو. مانجو یعنی هدفش از میوه‌ای است که به نام آمیاد میشه. خب این کلماتی است که معنای آن نیز قابل غور و توجه است. روی تلفظ از این کلمات البته میخوایم تمرکز بیشتر داشته باشین، چرا در این بخش درس ما یعنی هدف در کل امی است که حروف با کلمات که در اینجا ذکر شده درست تلفظ شود و امثال از اینا هم، یعنی هر چیز دیگه، هر کلمه دیگه که باشه که مشتمل بر همین حروف باشه به همین شکل باید تلفظ شود. یعنی تلفظ درست حروف وقتی که یاد گرفتین، خواه این حروف در این کلمات باشه یا در کلمات دیگر که در این کتاب یعنی ذکر نشده هم، اگر همین حروف بیایه شما میتونین به صورت درست تلفظ کنین. و در زبان عربی تلفظ یعنی اهمیت خاص داره. قسمی که یعنی میبینیم حروف مثلا در زبان دری قسم بالای تلفظ حروف زیادتر یعنی تمرکز نمی باشه اینقدر که در زبان عربی است. مثلا ما عین در زبان عربی چه قسم تلفظ باید بکنیم، اما در زبان دری از او سطحی تیر میشیم، او قسم به شدت یا مثلا با عمقش تلفظ نمیشه. بنان نیاز است که بالای تلفظ از این حروف بیشتر توجه داشته باشیم. مثلا باز یک بار مراجعه میکنیم. بابون. بابون دروازه. طبیبون. طبیبون دکتر. بوابون. بوابون دربان. فارغون. فارغون خالی. جوافتون. جوافتون امرود. ملفون. ملفون دوسیه. موزون. موزون کیله. رمان. رمان انار. فمون. فمون دهن. وسادة. وسادة بالشت. مروحة. مروحة پکه. منجو. منجو آم. خب میشه کلمات دیگه را هم ما از یعنی مثال به طور مثال ذکر میکنم، از اینکه بعداً هم شما هم کلمات دیگه را پیدا کنین و در ضمن باز میتونین که چی کنین، خود آشنا بسازین با کلمات دیگه هم که مشتمل بر همین حروف باشه. مثلا در بابون، طبیبون، بوابون در کل میبینیم که مثال هایی است بر حروف با، یعنی مشتمل بر حروف بس. میتونیم به طور مثال یک کلمه دیگه را هم ذکر کنیم. دباؤن. دباؤن که کدو را میگوین. این هم ببینین مشتمل بر حرف باز که حرف با در وسط کلمهش آمده. همین قسم گفتیم کلمه دیگه را مشتمل بر حرف فا ذکر میکنیم. فارغون. جوافتون. ملفون گفته شده. ما یک چیز را مثال میتونیم بتیم. فلفلون. فلفلون یا فلفلون اردویش گفته میشه، تلفظش بر دو شکل درست است که ببینید هم در شروع آمده و هم در وسط. این مثال به هر دویش است. فلفلون به معنای مرچ. همین قسم در حرف میم. موزون. رمان. فمون خواندیم. یک کلمه دیگه هم که مشتمل بر حرف میم باشه چی باید باشه؟ فکر میکنیم
مثال میتونه کلمه مدیرون باشه. مدیرون که مشتمل بر حرف میم است در شروع کلمه آمده. خب مدیرون معلوم دار است که مدیره میگن در زبان دری هم. وسادتون، مروحتون، منجو در حروف البته در رابطه به حرف واو مثال هایی را خواندیم. میتونیم ما یک مثال دیگه را هم بیاریم. ورقون، ورقون که ای هم در زبان دری ورق میگن. میتونین شما هم همین قسم کلماتی را پیدا کنین در زبان عربی، مثلا به هر کدام از اینا مثال ها تا شما هم فواید زیادی داره. یک فایدهش همی است که شما کلمات بیشتر را آشنا میشین و یاد میگیرین، یعنی مفرداتتان ذخیرهش زیاد میشه و همین قسم تلفظتان هم درست میشه. خب گذشته از اصوات یا تلفظ درست حروف و کلمات، حالا میتونین که وقتی خوانده تانستین کلمات پیش خودی را در همین قسم که ما در تخته نوشته کردم، شما هم شاگردای عزیز در کتابچه ها یا ورقایی که مناسب میبینین نوشته کنین. تا برنامه بعدی یکایک شما را به الله متعال میسپارم. الله نگهدارتان. مع السلامه.